سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب حمد ثنا به پروردگاری که منو نجات داد. بعد اینکه خدا میداد چند سالها در آتش سوخته باشد، وقتی که آزاد شد حمد ثنا میگوید. بعد از آن برای او گفته میشد که داخل جنت میشود. داخل جنت می‌دارد، می‌بیند که گویا این که جنت پر است، برای او مکانی است. پروردگار برای ما مکان بده، جنت پر است، جایی ندارد. پروردگار میگوید ای بنده‌ام والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس الرب Allah تبارک و معلوم است. برای همین در این شب التماس چقدر کوشش انشاءالله صحبت بشود، تراویح تمام کردن دعا بشود. بعد دعا یک 5 منوت آب بنوشید انشاءالله. بعد سم میکنند از جمله صحبت میکنند. بعدا انشاءالله باز چی میخونیم برای قیام اللیل میشود. تاریخ با هر کدومش رکعتی میکنند. خودشان سحری شروع میشود. خیلی اختیار کسی که تراویح المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع يا شهر رمضان وختم القرآن هذا شهر أوله أوسطه مغفرة وآخرها عتق من النيران لا إله إلا الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر مبارك